خیلی از بلوچ حراس دارن ولی باز هم از بلوچ میگیم. بلوچا دولت اشکانی داشتن که 500 سال در دنیا حکومتی کردن. بلوچا بر تمام چین، ترکیه، هند و سر تا سر عرب حکومتی کردن. شما بلوچستان مظلوم امروز رو دیدید. سخت براتون که باور کنید که یک روز بلوچستانی با این عظمت بوده، اما آثار آنها در جهان هست. بلوچ ها تنها قومی در ایران بودند که پرتغالی ها را شکست دادند. بلوچ ها جز معدود اقوام ایران هستند که فردوسی دلیری آنها را ستوده و در بلوچستان شهری به اسم میرگر که بیش از 9000 سال قدمت دارد که در همان زمان جراحی دندان در آن انجام می شده و همچنین تمدن جیرو و شهر سوخته و بنپور آن شهرت جهانی دارد و مردان بزرگ عرب آنان را این گونه یاد کردند. ملک فیصل هیچ قدرتی نمیتواند بر بلوچ ضربه بزند، چرا که آنها از عظیمترین قبایل روی کره زمین هستند. هیچگاه پرچم جنگی که قوم بلوچ در آن مشارکت دارد بر زمین نخواهد افتاد.